سلام دوستای قشنگم. این اولین ویدیو من با صحبت کردن است. تازه 3-4 روزی میشه از قصد 10 ساله‌ای که داشتم واسه این که بخوام تو یوتیوب فیلم آپلود بکنم. این اولین استارت که دارم صحبت میکنم. بعد این ابزاری هم که از تو یوتیوب یاد گرفتم خودم ساختم، واقعا کارآمده. اینو از فکر خودم ساختم، از یوتیوب نبوده، ولی اگه دوست داری میخوام اینم واسهتون آموزشش بذارم. واقعا کارآمد و محکم جواب میده. اینم از یوتیوب بود، فقط من دستگاه اون لهیمون نداشتم. این تعمیرگاه من هستش. من همینجا فعلا ساکن هستم. هر آموزشی خواستید، هر کمکی از دستم بر بیاد، در خدمت هستم. این یکی از موتورام. این از زایاتی آوردم. اگه دوستانه که یه ذره قدیمی تر باشن، این موتور سوزاکی 125 از طرح اون کله گردا، چراغ گردا، چون که لوازمش گیر نمی اومد و میخواستم استفاده کنم، اینو به این صورت در آوردم. دوستان یکی دیگه از موتورامه. این مینی تریل و اینم کلی از لوازماش اینجا تو جزیره گیر نمی اومد. اگزوزشو خودم ساختم و طراحی کردم و پمپش رو اندازی کردم. از جلو لنتاشو کمک گرفتم. بیشتر کاراشو انجام دادم. حتی این کاربرات، این جنتش، اینا همه درست کردم واسهش که ازش استفاده میکنم. لوازم یدکی میرم، کارامو انجام میدم باش. ترفندهای خوبی سراغ دارن. لطفا منو دنبال کنید، خیلی خیلی خوشحال میشم. دوستان لطفا منو سابسکرایب کنید، خیلی خوشحال میشم. دوستان لطفا کانالمو سابسکرایب کنید.